من تنها از پس جنگاور میشوم. کار دیگران را شما حل میکنید. تو به ماشین کمال سیاه بمب میگذاری. با دست داشتش یک جای میمورد. تا از پس کمیسر اونال شده کارش را تمام میکنی. تو دفتر معزین را محکم میکنی. او را با دست داشتش به آن دنیا میفرستی. تو باشه دست داشته کلس را گرفته به انبار میاری. جنگاور برای کمک کلتکیلس که آید خودش بادام میافتد. هگاه همشان میمرد. برای پدر جان چیکار میکنی ناخلف؟ نشستم پدر. کاری دستم را بوسه کن زودتر. دستت را هم بسیاری ها بوسه کنند. عیدهای زیادی را بینی انشاءالله. کنی اینها را بگیر. ادانت است. شیرینی بگیری؟ پدر خیلی بهتر بیا. تو از دنیا خبر نداری. بین ماه را دیدم. عید رسیده است. سلطانم جانم. عیدتان مبارک شود سلطانم. بفرمایید شینید. عید شما هم مبارک باشد عزمی جان. عیدهای بسیاری را با هم ببینیم انشاءالله. انشاءالله. پسرم کنی خیز دستی مادرت را بوسه کن. وای خانم تولین اهمیت ندید. برای پدرم عید بر وقت آمده است. طاقت کنید. عیدتان مبارک باشد خانم تولین. عید تو هم مبارک باشد پسرم. پسرم با مادرت شیرینی و گلاب دراز کن. هلی زود باش. البته پدر جان حاضر. عزمی جان عصبی نشو. آروم این بچه خودش میکند. اینجا چی گپ است؟ بگیر پدر جان. با مادرت. مرحمت خانم. اول با مادرت. تشکر زیاد. تشکر. شیرینی هم گیرم. مرحمت. تشکر پسرم. دستی پدرت را بوسه کن. بیا دخترم. با چی خاطر چی گپ شده است؟ آخر ملیس جان وای پدرم عید. کدوم عید؟ شما دیوانه شدید مگر؟ ملیس جان برای جناب عزمی عید بر وقت تر آمده است. کنی دستش رو ببوس. بیا کنی دخترم منتظرم. کنی ببوس ببوس. بیا. دستی تو را هم بسیاری ها بوسند. عیدهای زیاد را بینی. خیلی بگیر. این ایدانه تو است. شیرینی میخری. مایده کرده مصرف کن. ملیس جان نمیخواهم. باید پیشتر دراز میکردی. مایلش بده. ناخلف. ساخته کار. کنی دستم را ببوس. در روز عید دشمنان دوست میشوند. دستم را بوس. بعدا همش را حل میکنیم. کنی بوسه کن. چی گپ است؟ ای برادر اهمیت ندی. برای پدرم عید قربان کمی بر وقت تر اومده است. البته آخر او دیوانه است که عید می آید. عیدتان مبارک باشد اما که عزمی جان. رحمت پسرم. عیدی تو هم مبارک باشد.
دستیت را هم بسیاره ها بوسن. اینا بگیر، این گردگی تو است. شیرینی میخری؟ بله رحمت کلام. کنیزارا جان تو هم رو اید گردکت را بگیر، دست عمک ازمی را بوسه کن، اید را مبارک باد بگو. چی خیلی ایدن؟ زارا یا دخترم، یا دستم را بوسه کن، منتظرم نکن. مبارک باشد دخترم. کنی بگیر، این گردکی تو است. شیرینی میخری، نشود سخیش میخری. خدا راضی باشد ولی وی نیست کاغذیش؟ مثل جوگی نشم دخترم. تشکر، ایدتان مبارک باشد. بیا قربانی را کشته خلطه کرده به فقیر و فقرا روانه کنیم. رفتیم پسرم. چی خیل قربانی پدر؟ ای وای دیوانه، رمضان را گذشت اکنون به عید قربان آمد. البته تو از کجا میدانی آخر؟ دیوانه ساخته کار در عید قربانی ضبط میکنند. خیر، من با اجازت شما با بیمارخانه میروم. شوکت را بینم از کام برآمده است یا نه، زیارتش کنم. خیر، روزتان بخیر. من هم میروم جانم. البته ما میرویم. عیدتان مبارک. عید شما هم مبارک. مبارک باشد. خیر. بیا رفته گوسفند را کشیم. اگر نایی نیا، من خودم تنها آن حیوان را میکشم. یا خدایا، خواهی بیا نخواهی نیا. ازمی جان، تو با کجا میروی؟ ازمی جان، با کجا؟ کمال خوبی همین خیلی هیچ چیز نشده است. خوبم مشکلی نیست. وای برای تو میوگی پوست کنم، با تو ویتامین لازم است. روزادور ملیس چی خیلی میوگی ها؟ چی میدونم. وای فکر کردم بیمار هستی، روزه نگرفته ای. عزیزم مگر با هم در سحر خوراک نخیستیم؟ ولی برایم پرستوریت خوش اومد. با خدا اگر میدونستم که اینقدر در فکری من هستی خودم را پورا میکردم. باور کن. از تو را کشته به فقیر و فقرا تقسیم میکنم، ثواب میگیریم. فهمیدی؟ تو به تردگی نکن، ثواب میگیریم. کنی این طرف بیا. ملی کمال بیاید، از می گوسفند را میکشد. زود باشید، زودتر. ای بابا همیشه هستند، بیاید. داد کدوم گوسفند؟ ازمی جان لطفا نیستید نکنید، خواهش میکنم. تو هم ثواب میگیری. کنی آرامیست. آرام میگویم. آخر او از راستی گوسفند خریده است. کنی ای زودترم خواب کنی یا خدایا. پدر جان تو چی کار میکنی ها؟ چی کار میکنم؟ امروز روز عید است آخر، باید قربانی کنیم. پدر جان قربان شوم، تو ایدها رو عوض کرده ای. تو کدام این را میگویی؟ خاموش نخواهم، تو از من خوبتر میدونی یا خدایا. عید قربان است، عید است. این را باید کشم. بسیار نگو، بیا کمک کن. پایش را بیدار. ایست نگوریش. با کجا میگیرشی؟ ازمی مادر تو باوری داری که با این آدم خانه دار میشوی؟ البته چی میشود در یک سال 2-3 بار عید شود؟ خدایا کاش که هر روز عید میشد. مادر در حقیقت تو هم دیوانه شده ای، تو هم عقلت را خورده ای. ملیس خاموش. ازمی جان دستگیرت میکنم، باید تو را کشم آخر. به کجا میگویی؟ ایست آخر حیوان، ایست.
سلام جناب دکتر. رفیقم از کام برآمده است. او را دیده میتوانم؟ میتوانید ببینید ولی او را بسیار ناراحت نکنید. خدا شفا دهد. بفرمایید. رحمت. به شرفی به نامو من رو میکشم. من رو چکار میکنی؟ یا خدایا بخشش جان ایستید آخر چکار میکنی؟ کیلاس جان یاردمم کن. میکشم او را. بانویم را گرفت از من. این پدر لعنتی خر چندین بار مرا فریب داده است. میکشم او را. میکشم او را. رهایش کنید. سحر نصرانی گفته چی را نشاندی به من؟ چی نشاندی؟ میکشید این آدم را. هر دویتان را اژدها پاره کرد. هیچ کار کردن نتوانستید. قوتتان به این بیچاره میرسد؟ او حیوان بیشرف اگر به دستم افتاد آن شمشیر را بی تربیت کمی با آدابانه گفتن در نزدمان زن است. این کار لازم نیست. اژدها است که از من او را با ماشین یک زدم به بالا پرید. بعدا اونال او را خلطه کرده کشت و رفت. مرده رفت. چی؟ اژدها مرد؟ آخر او را من کشتنی بودم. انتقام نمیگ و شرف را باید میگرفتم. او را باید من میکشتم. ایروی قانون نیوتن باید که من ویا میکشتم. لیکن در دست من که ایشی نبود او شمشیر داشت مرا کشت. السلام علیکم. السلام. پدر تو در کجا هستی؟ در کل بیمارخانه تو رو گفتم. تو چی کار میکنی اینجا؟ خواستم سیر و گشت کنم دخترم. اژدها سرخ اینها را هم یارادار کرده است. گفتم یک زیارتشون کنم. خدا به همه‌تون شفا دهد. رحمت دخترم. فسیبه. رفتیم پدر به خانه میرویم. میرویم دخترم میرویم. به خانه تو نه به خانه من میرویم. این که میشد مگر دخترم؟ اعتراض نمیخواهم پدر به خانه من میرویم. تو بازدید جانم. خیر. اکی کانون اکی شوکت تکرارن خدا شفا دهد. خدا شما رو به ما بخشید. خدا رو شکری زیاد. در امان خدا باشه. تو بازدید. دوا هجری دست رحمت هجری خدا راضی باشد. در حق ما دعا کن. گپ نیست که. یا خدا. به خدا سیر و گشت فایده دارد. هوای تازه میبینیم. حالا تا افطار وقت زیاد است. همین خیلی است. خوب شد که به بیرون بر آمدیم. ملیس پیاده رویم چی؟ سفسطه نگو. با این حالت چخیل میرویم. هیچ گپ نیست. با من فایده دارد. بیا پیاده رویم. خوب میرویم اگر که خوبی. ای سانام، تو پدرت رو چه خیل نگاه بین میکنی؟ چرا این خیل میکنی؟ چی گفتن میخوای هجری؟ پدرم رو نگاه کردن نمیتونم؟ نه میتوانی. آخر در خانه خودش خوبتر نگاه بینش میکردم. باز این درست میگه دخترم. من در خانم خوبتر نگاه بین میکنم. نمیخوام که درد سر تو باشم. نه پدر، تو رو من نگاه بین میکنم. به این هم هجری این رو گفتنی نمیخواست. میخواد اشاره کند که من ناعهده برو هستم. ناعهده برو؟ چی علاقه دارد؟ دروغ است؟ تو و خواهرت همیشه مرا ناعهده برو است نمیگفتید مگر؟ با خدا گناهم رو میگیری. نگاه کن حالا هم این کار میکند. چرا دخترم را ناعهده برو میگویی؟ نه من این خیل بیام جناب قدیر میفهمانم. از پدرم میپرسیم نباشد. دخترش هستم او مرا از همه خوب میشناسد. به فکرت من دختری ناعهده برو هستم؟ نه دخترم، چی علاقه دارد؟ این گپ از کجا برآمد؟ بین شنیدی مگر؟ پدرم ناعهده برو نیست میگوید. برای ناعهده برو گفتن زود بخشش بپرسی جری. چرا بخشش میپرسیدم؟ زود از دخترم بخشش پرس وگرنه احوالات بد میشود. پدر آرام باش، ما مشکلی خود را صحبت کرده حل میکنیم. لازم به زوراوری نیست. همین خیلی نیست هجری جان. منتظر هستم جونم.
چرا منتظری؟ منتظری عذر پرسیدنت. نه نمیپرسم. میپرسی. نمیپرسم. مرا ناعهده برا گفتی و عذر میپرسی؟ نگفتم و نمیپرسم. کافیست عصبم را خراب کردید. محسن بخشش پرس میگویم با همین موضوع تمام. نه جناب قدیر نمیپرسم. چرا نمیپرسی؟ آخر سنم لطفاً بیا وحیمه نکن. من وحیمه دارم؟ بله تو وحیمه داری. یعنی هم ناعهده برا و هم وحیمه شدم خیلی نه؟ سنم بیا دیگر جنجال نمیکنیم جانم. البته که به فایده‌ات نیست همین خیلی نه؟ چی به فایده من نبوده است؟ بس کنید جنجال هایتان رو. حاضر من از این رو به چپه میشوم. بس کنید. همیشه همین خیلی میکنی هجری. مجبور شوی همین خیلی میکنی ها؟ عذر پرس موضوع رو محکم کنی. نه نمیپرسم. میپرسی. نمیپرسم. نجادت دخترم. پدر جا شده رفت سنم. به کجا میرود پدرم؟ منو بین. پدر؟ هجری دو پدرم رو بیدار. دخترم سنم کاری کرده ات رو دیدی؟ پدر ایست نترس آمده ایستادم. نترس جناب خودی رسیدم. یاریدید پدر کمکم کنید. پدر ایست نترس آمدم پدر. جناب خودی با دقت باشه. پدر هجری کمک کن پدر. همین خبری کنان دیوانه و شبکت را شنیدم. بسیار خوشحال شدم. من خدا نخواهد هیچ کس نمیمیرد اکی جوهر. پدر این چی گپ است؟ من هم نفهمیدم اکی جوهر. پدر اکی جوهر او رو بیدارید. امداد یاری دهید. هجری بیدم پدرم رفت. دویده ایستادم سنم. پدرت زود میرود های. کمکم کنید. پدرم افتید. بسیار بد شده. واه بیدم هجری بیدم. سنم من نگاه کرده نمیتوانم. امکان ندارد. آفتاب چشمم رو زد نمیبینم. هجری با چی حال آوردی پدرم رو؟ با این حالتمو نگاه کن. سنم من چیکار کردم؟ خودت رها کردی پدرت رو. یک لحظه جناب خودیر پایتان رو پویان کنم. بسم الله. برو باشه رو بیدار. او رو بیار این طرف بیار سنم. دخترم مرا با خونه هم بر. نه پدر من تو رو نگاه بین میکنم. مرا با خونه هم بر میگم دخترم. گفتم که پدر نمیشود. کنی جزدانم رو بگیر. واه با این بیچاره با خدا دلم سوخت. رفتیم. سنم رها کن. یک طرفیست. جناب قدیر سخت بیدارید. بسم الله. آماده هستید میرویم. این رو بچه تیز نمیرود ولی جناب قدیر. با این نگاه کنید. زیباچه است. بکشد. مادرش دختری زیبا تولد کرده است. وای ملیز جون تو رفتن گیر. من زود میایم. تو چی گفته ایستادایی ها؟ هیچ چیز نگفتیم. تو پسیده ای کو. اگر خواهی با خانم ما سیر و گشت کنیم. برادر حاضر گوشویت را بریده با یک پایت آویزانت میکنم. وای من نکن. تو کی را می آویزی ها؟ چیکار کرده ایستادم من؟ حالا یک هفته نشده است. اگر حاضر من اینها را بزنم میلیز دیگر با من امکان نمیدیم. لا حول ولا قوه. چی گپ شد؟ ترسیدی؟ برادر تو دختر رو رها کن. با بیمارخانه رها. ما با دختر سر و کار میگیریم.
بیا رویم. این ابله‌ها ارزش این را ندارند. ба ту боварам намеояде вай аблаҳон дар назди ту маро гап медиҳанд, ту бошӣ ҳеҷ коре намекунӣ. ту магар шарт нагузошта будӣ ки агар ман ҷанг кунам ба ман имкон намедиҳӣ? ту ҳоло ҳам гап мезанӣ? ба ман гапҳои бад заданд. ту бошӣ ҳеҷ коре намекунӣ. рав ҷазояшонро бидеҳ. гӯш кун, рафтам мезанаму баъдан боз нагӯй ки ба ту имкон намедиҳам. ҳоло ҳам гап зада истодая? рав ҷазояшонро бидеҳ. ана ҳамин хел иҷозатам деҳ. бин ҳам ман доғи ҳамин кор ҳастам. беадаб аст, ба худо ки беадаб аст. бачаҳо, иҷозат дода шуд. ҷазоятон бисёр вазнин шудааст. биёед акнун ҳисобро баробар мекунем. ту чӣ гуфта истодаӣ? мегӯям ки камтар пас ба беморхона меравед. 6 моҳ онҷо мехобед. ин кӯдакро бинед дар назди духтар воима дорад ки моро мезанад. бародар, аз оне ки бо ман меҷангӣ, кош бо туфангча сару кор мегирифтӣ. ҳатто бо ҳамин ҳол ҳам ҳамаро мешиканад. ором шудам. ба худо хеле вақт буд ки адаби касеро надода будам. чӣ кор кардӣ? онҳоро ягон беморхона қабул намекунанд. бизан гуфтӣ задам охир. бизан гуфтам, вале то ин дараҷа не. охир онҳоро куштӣ. ту чӣ хел одами бефикр ҳастӣ? хай чӣ кор кунам? чӣ донам, дасти вазнин дорам. касе мушт хӯрад бояд 6 моҳ дар беморхона хоб кунад. ҳозир ба ту дасти вазнинро нишон медиҳам. биё рафтем. гӯш кун, як бори дигар ҷанг кунӣ, дигар ба ту имконият намедиҳам. оҳ худои ман, ин чӣ ранҷ аст ки ман аз ин духтар мебинам. ҷонам, биё рафта рӯзи тӯямонро муайян кунем. рафтем. зиё, ту боз чӣ ҷиноят кардӣ? не чаро ин хел мегӯӣ? ба хайр аст? ин хел бошад ча рӯи аз нам омадааст? чӣ медонам, аз худаш мепурсем. ба хайр аст унал, шумо чаро омадед? ба ту чия? ба ту ҳисоб одиям. барои зиёрати канони девона ва шавкат омадем. яъне ту дигар зиёро дастгир намекунӣ, аз пасаш нестӣ? ягон мушкилӣ нест ҳамин хел не? не, то вақте ки дар дастам ягон далели қонунӣ нест, ба ӯ даст намерасонам. ин хел бошад барои хонадоршавиамон монеа нест? нею, ту ба ин бовар накун. ҳар лаҳза метавонад ки ягон ҷиноят кунад. шумо ҷанобон барои зиёрати бемор равед, мо ҳам оҳиста оҳиста мегурезем. даҳанат гиз майда майда гирехтан гир. ту ором наместӣ. хайр. сардорам, мегӯям ки айни ҳол аз пушти калтакелас нестем. рафта аризаи ба нафақа баромаданморо нависем, дигар дакаса мерем дар лаби бар мешинем семичка хӯрда. ту дуруст мегӯӣ, Левент. дилгир шудам аз дасти ин калтакеласи бадбахт. умрамро хӯрдем бешараф. биё беморҳоро зиёрат мекунему, баъдан ба амният рафта аризамонро менависем. биҷиқи пеш мидурам. ту аз паси духтар шав, ман уналро ҳал мекунам. майлаш. падарҷон, барои ту шӯрбо пухтам. шиками гурусна дору хӯрда мумкин нест. раҳмат духтарам. кани бихӯр. сӯхтам. чӣ шуд, падар? бисёр гарм аст, сӯзондӣ. воҳима накун, падар. он қадар гарм ҳам набудааст ку. духтарам, ту магар рӯзадор набудӣ? эй вой, фаромӯш кардам. сӯхтам. падар? сӯхтам. падар, ист падарҷон. як дақиқа, падар. наҷотам диҳ, сӯхтам. як дақиқа, падар, ист. наҷотам диҳ. чӣ гап шуда? санам. наҷотам диҳ. сӯхтам.
جناب قدیر سنم نجاتم ده هجری عهده برای شما را هم سوزانده. یک سویستید حوزی همش نظم شد. چی شد پدر؟ یا خدای مهربان مازین کمکم کن زودتر. یا خدای با دقت باشید خودی با دقت باشید سنم تمام است به هیچ چیز دست نرسانید تیمور آرام در جایت است. بخششی بسیار پدر. دخترم تو نیت کشتن مرا داری؟ معذرت میخواهم پدر. آخر من چی دانم؟ دختر من خیلی ناهدر برا نبود کو؟ تو هم گفتی پدر؟ مازین یا اینکه تو دختر من رو همین خیلی ناهده برا کردی ها؟ باز گناهگار من شدم یعنی. زود یگان یاری تجلیل را چفتنید. آه پدره آه پدر. سنم یک لحظه به بیرون میبرایی بیا 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 اژدها رسول مرا کشتن نتوانست این دختر میکشد. در حال از اینجا گریختن لازم. بفرمایید بابای قدیر. در کجا هستی؟ در همین نزدیکی بابای قدیر. زود بیاید زود بیاید که این دختر مرا میکشد. زود بیاید زود. سنم پدرت رو اینجا نگاه کرده نمیتوانی؟ چرا نمیتوانستم؟ نگاه بین دارم کو؟ بسیار خوب نگاه داری. بیچاره رو در یک حالی بد نگاه داری. نمیبینی که با او چی کار کردی تو؟ در بولش یک کاسه شوربای گرم ریختم. چی شد؟ او پدری من است. من از همه خوبتر او رو میفهمم. بله میفهمی. بالای سوخته نمکاب میپاشی تو. بیچاره چی گناه داره؟ شما چرا آمدید؟ بابای قدیر دعوت کرد برای بردن او آمدیم. نه پدرم را به هیچ کس نمیدهم. او پدری من است. با من می ایستد. هیچ کجا نمیبرید. سوختم نجاتم دید. بابای قدیر خوب هستی؟ آرو بچه را بیار. زود آرو بچه را بیار. این تلفن را هم در جیبت گذار. گیر دستونت رو نمیگیری پدرم رو. سنم ایست. زود باشد. این نبرید پدرم رو گفتن. سنم ایست آرام شو لطفاً. برای برید مرا از اینجا. زود مرا از اینجا برید. زود باشد. پدرم رو میبرن تو باشی اینجا ایستاده در. ایست سنم تو اینجا انتظار شو به هیچ چیز دست نرسونید. این مرا سرده. های کن چی ایستادی؟ ایست با من دست نرسونید. های کن کستر زودتر. ما از این را بهوده کشتنی بودیم. این کار لازم نیست. او با دختر همیشه رو عمر نمیبیند. برطورید. اوی ستر. اوی من میخواستم پدرم رو نگاه بین کنم. ای جانا میدونی چی؟ ایست کمی شفای بود بعد نگاه بینش میکنی. آنها او رو خوب نگاه نمیکنن. لا حول. ای من به مسجد میروم. منتظر شو من هم میروم. لباسم رو عوض کنم. یا خدایا. با این پرمی نفقوی به کجا میروم ها؟ اینجا کجاست؟ اسپانیا؟ اینجا میشود در اینجا زندگی میکنم. سردارم با شما یک پیغام اومده است. پیغام گفتی از کی؟ باور نمیکنید ولی از سقراط. سقراط می؟ بله. مگر نمرده است او؟ پیغام رو پیش از مردن سپرده بوده است. بچه ها از نظر گذراندن. در بولش یک نوشتجات بوده است. نوشتجات؟ بله. بعد مردنش به شما تسلیم شدنش رو نوشته است. خب کنی بینم. مرحبا سردارم. در درونی چی باشد؟ نمیدونم سردارم ندیدم. شد تمام میتوانی که روی. مایلش. چی گپ است ها؟
آشنا سقراط از اون دنیا به من پیغام میفرستد. کنی بینیم این چی دارد. جنگاور لعنتی سقراط کی بودن جنگاور را میدانسته. این مراتب از دستم خلاصی نداری. کنی نقابت را کش و رویت را به من گردان. رویت را نشان ده. حضرت هجری جنگاور هجری بوده است. هجری چی علاقه دارد؟ بله خیالی برای کشتن هجری آمده بود. سقراط که بودنی جنگاور را میدانسته است. جنگاور هجری بوده است. او این را میدانست. اوه هجری، اوه حضرت هجری، اینقدر وقت تو ما را چه خیل فریب دادی؟ سردارم یک خبری بسیار بد دارم. متاسفانه به نفقه برآمده نمیتونیم. یعنی نقشه های نفقه ما رو باید کمی به قفا پرتویم سردارم. چون که سلاحی که سقراط را پراندن پیدا شد و در بولش مثل که شما تخمین کرده بودید ایزی انگشت کرتکلس است. سردارم خوب هستید؟ وای سردارم وای. البته از نقشه نفقه برآمدن بسیار مشکل است. صبر کنید کم مون سردارم. کرتکلس رو دستگیر کنیم بعد به نفقه میریم درواز. چه خیل نفقه؟ من نفقه پفقات را هر دوتون تمام شده. اکنون هر دوتون در دستم هسته. هر دوشون کیستن سردارم؟ لبه اول کاری کرتکلس رو تمام میکنیم. رفته مرده گفته ده کس دستگیر میکنیم. او را کی را در نظر داشتی؟ بفهمون. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، این امر معروف امروزه امان در موضوع کتاب مقدس قرآن و معجزه های آن می باشد. کتاب قرآن این خود یک معجزه هست که از جانب پروردگار عالمیان برای فرزندان آدم همچون راهنما با واسطه خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده است. این کتاب تصدیق کننده کتاب های پیشین می باشد و در این کلام هیچ اشتباهات وجود ندارد. طبق آیت های این کتاب قرآن کریم را خداوند در شب قدر به پیامبر فرستاد. خداوند در سوره آل عمران آیت 7 می فرماید: او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که قسمت از آن آیت های محکم یعنی روشن و آشکار است که اساس این کتاب می باشد و هر گونه پیچیدگی در آیت های دیگر با مراجعت به اینها برطرف می گردد و قسمت از آن متشابه است. آیت هایی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهت های دیگر در نگاه اول احتمال گوناگون در آن می رود، ولی با توجه به آیت های محکم تفسیر آنها آشکار می گردد. اما آنها که در دلهایشان کجروی است به دنبال آیت های متشابه هستند تا فتنه انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند و تفسیر نادرست برای آنها می طلبند، در حالی که تفسیر آنها را غیر از خدا و راسخان در علم نمی دانند. آنها که به دنبال فهم و درک اسرار آیت های قرآن
дар партави илму дониши илоҳиянд мегӯянд: мо ба ҳамаи он имон овардем, ҳама аз тарафи парвардигори мост ва ғайр аз соҳибони ақл мутазаккир намешаванд ва ин ҳақиқатро дарк намекунанд. китоби қуръон ин охирон ҳукми худо барои бандагонаш то рӯзи маҳшар мебошад ва дар он ҳеҷ тағйироте ворид нагардида ва նախоҳад гашт. далели ин гуфтаҳо худованд дар сураи ҳиҷр ояти 9 мефармояд: мо қуръонро нозил кардем ва мо бо таври ҳатмӣ нигаҳдори он ҳастем. ҳамчунин худо дар оятҳои 41 ва 42 сураи Фусилат мефармояд: касоне ки ба ин зикр, яъне қуръон, ҳангоме ки ба суроғашон омад кофир шуданд, низ бар мо махфӣ нахоҳад монд. ва ин китобе аст ҳатман шикастнопазир, ки ҳеҷ гуна ботиле на аз пеши рӯ ва на аз пушти сар ба суроғи он намеояд, зеро аз сӯи худованди ҳаким ва шоистаи ситоиш нозил шудааст. ҳар касе аз китоби қуръон пайравӣ мекунад, ӯ ба чизе ниёзманд нест ва он касе ки аз пайравии он даст мекашад, паноҳгоҳе надорад. пас аз китоби худо ва ҳукмҳои он пайравӣ намоед. олим ва ситорашинос бо номи Аднан Шариф, ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб зиндагонӣ мекунад, дар мавзӯи якумин кайҳоннаварди Юрий Гагарин як мақолаи илмии аҷиберо дар таърихи одамизод нашр намуд. худованд оиди якумин инсони кайҳоннавард дар Қуръони Карим 1400 сол пеш инҷониб хабар дода буд. далели гуфтаҳояш оятҳои 12 то 15 сураи Ҳиҷр мебошанд, ки ин оятҳои Қуръони Карим баъд аз 1400 сол барои одамизод тафсири худро пайдо намуд. 12 апрели соли 1961 дар таърихи одамизод якумин маротиба иттиҳоди шӯравӣ, яъне СССР, кайҳоннавардеро бо номи Юрий Гагарин ба кайҳон фиристод, ки ин як мӯъҷизае буд барои инсоният. Юрий Гагарин бо муваффақият ба кайҳон баромад, заминро аз боло мушоҳида карда дар ҳайрат афтод ва ин суханҳоро ба забон овард: ин чи аст ки ман мебинам? моро чашмбандӣ карданд, балки мо сартопо сеҳр шудаем. он чиро ки бо чашми худ медид бовараш намеомад. фикр мекард ки ҳамаи ин дар хоб аст ва сеҳру ҷоду аст. суханҳоеро ки Юрий Гагарин баъд аз дидани замин аз кайҳон ба забон овард, тариқи асбобҳои радиошунавонӣ аз замин сабт гардиданд. акнун менигарем ба ояти 14 ва 15 сураи Ҳиҷр. худованд дар ояти 14 ва 15 сураи Ҳиҷр мефармояд: ва агар даре аз осмон барои онон бикушоем ва онҳо пайваста дар он боло раванд, боз мегӯянд: моро чашмбандӣ кардаанд, балки мо сартопо сеҳр шудаем. ҳар сухане ки Юрий Гагарин ба забон овард ва тариқи асбобҳои радиошунавонӣ аз замин сабт гардиданд, худованд 1400 сол пеш дар Қуръони Карим инро зикр намуда буд. ин аст мӯъҷизаҳои Қуръон. бубинед, худованд дар ояти 12 ва 13 сураи Ҳиҷр мефармояд: мо инчунин ва аз ҳар тариқи мумкин Қуръонро ба даруни дилҳои муҷримон роҳ медиҳем. аммо бо ин ҳол онҳо ба он имон намеоваранд, вале пеш аз ин имон доштанд. равиши қавмҳои пеш низ чунин буд. соли 1961 дар иттиҳоди шӯравӣ сохти давлатдории коммунистӣ фаъолият мекард ва он нафароне ки дар маркази кайҳоннавардии шӯравӣ кор мекарданд, мусалмон набуданд. пеш аз инқилоби октябр дар давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ҳам колисоҳо ва ҳам масҷидҳо мавҷуд буданд, ки инсонҳо озодона тоату ибодат мекарданд, аммо баъдан ҳамаи инро мамнӯъ карданд. амиқ ва дақиқ оятҳои 12 ва 13 сураи Ҳиҷр ба ин гардишҳои инқилоб тааллуқ дорад, ки пеш ба худо имон доштанд, аммо баъдан рӯ гардониданд. ин мӯъҷиза ва пешгӯии Қуръонро як нашриёт хост ки тариқи рӯзнома нашр намояд, аммо роҳбарони он замон иҷозат надоданд ки садои Юрий Гагарин ва далелҳои Қуръони Карим дастраси мардум гарданд. чун ин мӯъҷизаи Қуръони Каримро чанд сол пеш ба як собиқ корманди маркази кайҳоннавардӣ нақл мекунанд. ӯ мегӯяд: ростӣ ман на танҳо аз суханҳои Юрий Гагарин, ки таздиқи он ояти 15 сураи Ҳиҷр мебошад, дар ҳайрат афтодам, балки ояти 14 сураи Ҳиҷр барои ман ҳайратовартар аст. худованд дар ояти 14 сураи Ҳиҷр мефармояд: ва агар даре аз осмон барои онон бикушоем
و آنها پیوسته در آن بالا روند. ببینید جماعتی عزیز، خداوند می‌فرماید و اگر در از آسمان را برای آنها بکشاییم، با دقت باشید، در آسمان را برای آنها بکشاییم چی معنا دارد؟ این کارمند مرکز کیهان‌آوردی میگوید در حقیقت آسمان درهایی دارد که ما آنها را سالهای دراز تحقیق کرده پیدا نمودیم. چون این سخن را از قرآن کریم میخوانم باورم نمیآید. بعداً علاوه میکند اگر کشتی کیهانی از راهی که ما در آسمان پیدا کردیم به اندازه کوتاه کج رود وارد آسمان نمیگردد. همچنین کیهان‌آوردان نیز هنگام بازگشت طریق آن درهای کشاده آسمان پایان میآیند. در صورتی که به اندازه از آن درها کج روند، آسمان آنها را به بالا تیله می‌دهد و پایان آمده نمی‌توانند. این از معجزه‌های قرآن کریم برادران. بعضی آیات‌هایش هزار ساله‌ها بعد تفسیر خود را پیدا می‌نمایند. خداوند می‌دانست که روزی به انسانیت علم می‌دهیم که از زمین بیرون می‌روند و چون زمین را از کیهان مشاهده می‌کنند باز می‌گویند مگر ما در خواب هستیم یا ما را جادو کردند. امروزها همه ما چون شناسنامه یا یگان حجت میگیریم مقامات‌های ایزی انگشت‌های ما را طریق اسباب‌های کامپیوتری نصب می‌نمایند. جماعتی عزیز، ایزی انگشت هر انسان گوناگون است. در جهان نیست انسانی که ایزی انگشتش با یکدیگر مانند باشد. از هر نفر گوناگون است ایزی انگشتش. این معجزه آدمی را چندین سال پیش افشا کردند. اما خداوند در قرآن کریم در آیت 1 تا 4 سوره قیامت می‌فرماید سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که روزی رستاخیز حق است. آیا انسانی میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آره، قادریم که حتی خطهای سر انگشتان او را موزون و مرتب چگونه ای که بود دوباره برقرار سازیم. در آیت 4 این سوره خداوند 1400 سال پیش فرموده است که حتی ایزی انگشت‌های انسان را دوباره چگونه ای که بود با آن گوناگونی و نازکیش برقرار می‌سازیم. اینها معجزه‌های قرآنی. همچنین خداوند در سوره رحمان آیت 19 تا 21 می‌فرماید دو دریای مختلف شور و شیرین، گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم چسبیده هستند. در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و به هم آمیخته نمی شوند. پس کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ جماعتی عزیز، در سیاره زمین دو دریای با هم چسبیده کلان موجود است که بین آنها پرده قرار دارد. نه آب آنها با هم آمیخته می شوند و نه جاندارهای آبیشان. تفسیر این آیت قرآن کریم را عالم مشهور و بحرنورد فرانسوی ژاک ایف کوستو در سال 1962 افشا نمود. او میگوید هنگام دیدن این منظره باورم نمی آمد که چون این چیز موجود است در روی زمین. این یک معجزه است که سرحد قانونهای فیزیکی و کیمیاوی را عبور کرده است و عقل آدمی در برابر این معجزه ناتوان است. آن بحرنورد بعداً به قعر این دریاها پایین شد و افشا نمود که دو دریای با هم چسبیده نه آبهایشان با هم آمیخته می شوند و نه جاندارهای آبیشان. میگویند چون این معجزه قرآن کریم را به آن عالم نشان دادند باورش نمی آمد و بعداً دین اسلام را قبول نمود. قرآن این یک کتاب پر اسرار است محترم جماعت که به تمام سوالهای انسانیت جواب می دهد. خداوند در سوره بقره آیت 23 می فرماید و اگر درباره آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کردیم یعنی قرآن شک و تردید دارید حد اقل یک سوره مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار دعوت کنید اگر راست میگویید. خداوند به آنهایی که به این کتاب شک و شبهه دارند میفرماید اگر راستگو هستید پس یک سوره مثل سوره های قرآن کریم نوشته کنید. جماعتی عزیز، وقتی نماز هم نزدیک شد معجزه های قرآن کریم بیکنار است، اما من مختصر چند آیت آن را برای شما شرح دادم. خدا خواهد در موعظه های آینده این موضوع را کشاد و وسیع‌تر برای شما بیان می‌سازم. باقی خداوند نگهدار همه شما باشد. آمین. آمین.
زنک جان لطیفه را گوش کن. زن به مردکش میگوید که بزادروزت چی تحفه کنم. مردک تو همون لطیفه خوندن خیزید روید صابون و آینه بیارید من قالین ها رو شویم. صابون و آینه بیارم قالین میشویی؟ بله. آخر زنک بیامون همین قالین شویت را. مراتبه گذشته هم همین قالین هایت را نشوشته بودی. باز همین قالین میشویی گرده چپی درمندت درد میکنند. یک ماه گریپ کسل، باز یک ماه دیگر گرده درمندت تبابت کردیم. مردک پیش از توی فرزندمون این قالین ها رو نشویم نمیشود. با این قالین های چرکی در پیش مردم شرمنده میشویم. قالین ها رو حتما شستن لازم زنک جان. البته. حالا من به شرکتی قالین شویی نمد زنگ میزنم به رقم 3 تا 5 50 60 70. باز باران میبارد یک هفته دیگر میماند مردک. این شرکت نوابسته از آب و هوا قالین ها را تازه خوشبوی شسته باز به خانه میارند با نرخی ارزان و دسترس. مردک جان نباشد تیزتر زنگ زنید بیایم. الو سلام علیکم. این شرکت قالینشویی نمد است؟ الو مردک جان این تعریف های کرده اتان راست بوده است. قالین ها تازه خوشبوی. البته باز به این نگاه نکرده کو برده آوردنش رایگان بوده است. البته باز خودتون بیایید میبینید. هر دوشان گفته کی رو در نظر داشته کونال؟ لوند جنگاور کی است میدونم پسرم. یو بسم الله کونال بگو جنگاور کی وجدانی سال میگم کسا نمیگم. اول کلته کلاس رو دستگیر کنیم بعدم به تو میگویم. مردک هازی با دوا 100% بگو خی. لاقی هستی برای همین پرنده رو از دست میدیم. اما تنها همینش رو به تو میگویم لوند. جنگاور از کسانی نزدیکی ما است. تو او رو خوب میشناسی. سردارم شما قصد کشتن من رو دارید؟ میخواید که من از کسل این فکر مورم؟ از برای خدا بگوید که کی است جنگاور؟ پسرم کمی صبر کن میفهمی. یا خدایا باورم نمیاد سردارم. شما با من باوری ندارید؟ نه باوری دارم اما من به زبان سرگپی تو باوری ندارم. یا خدایا بسیار خنده‌آور. یا خدایا دیوانه میشم کی باشد این جنگاور؟ میگوی شناسی خودمونه این پدرلت کی باشه؟ کمتر فکر کنم بازی. میگم داملو عزمی دیوانه نباشه. مامن وایرا تولین نباشه. تولین نخود جنگاور زنک باشه. یکم بیا پول چودست نکه بگو که جنگاور. این کار را هم حل کردیم. جانم بیا رفته برای ماهی اصلمون چیپ تگیریم. در حال چی شده باشه؟ تسلیم شب کلته کلاس. یازنه چی کار میکنی؟ شوخی میکنی؟ گفتی زیا رو دیگر دستگیر نمیکنی کو؟ در گذشته با زهرا اکنون به محبس میرود. چی شده سونال؟ باز مثل گذشته شدیم. چی میخواهی؟ رهایم کن. گپ نزن. سلاحی که سخرات رو پرانده بودی به دست آورده بیعقل. نه پرانده بودم اونال خودم را محافظت کردم. خودت هم میدانی کو این کار را نکن. التماس مانع خانه‌داری ما و زهرا نشو. از محبس بر اومده خانه‌دار میشوی. البته اگر زنده مانی. پروا نکن. برمیگردم زهرا. تا وقتی که زنده‌ام دلم برای تو میتپد. نزدیک شو. شد بگیر. نزدیک بیا. دستونشو ببند. ایست ابله ایست. یه نمار بس نگره. یا گوریس زیا رو یاری دادنم در کن.
تنها تو را نه، همکارت را نیز دستگیر میکنم. همکارت کیست میدانم. کدام همکار اونال؟ من تنها کار میکنم مگر نمیدانی؟ جنگاور کت میدانم خزنده. بعدی تو او را هم دستگیر میکنم. جنگاور خطی کت کلت چه خامنی داره کردن؟ خیلی بگو که ما هم بفهمه مکه. چی ها میگویی؟ هر دوشون یک جای کار میکنن، همکار هستن. هم مردک میمری که بگو جنگاور کیه؟ یک گم شالدال. خیرو چه بوده مکه؟ ایستا. هجری برای افطار بسیار یک دسترخوان زیبا آراستم. برای تو بهترین شیرینی ها را پختم. وای شرط نیست که بهترین شیرینی آماده کنی. آخر در آزمون کدبانو اشتراک نمی کنی که خوردن شود بس است. با من شرط میکنی؟ توبه استغفرالله، شرط کردن جایز نیست. اوه هجریه. کجا شد؟ کجا شد؟ لوید تو به اون طرف رفت. من نکنم لکن ترسیدم ابراد نمیگردم. تسلیم شو به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر
سردار من پرونده حیاتو چوخ کرده گلم. من نپراندم لعین. سردارم سردارم التماس خطا بعد از بگی شیرینه التماس اگر شما بمرین لبنت صغیرم میکنید ما ارزو داشتم که سیله نمیگیرم در تویم شما را دعوت میکنم اگر بچه دار میشتم نوشم اولان میمون سردارم مردک چیو بازد نمیبروی که اولان سردارم سردار کار اونال تمام. آفرین کار خوب کرده.